بریم سراغ نصب نرم افزار دراپ باکس و تجربهش. اول دراپ باکس رو من نصب میکنم. خب بذارید نصب که شد، نگاه دبل کلیک کردم شروع کرد به نصب کردن. بچه دراپ باکس چی کار میکنه؟ پینت رو من باز کنم. عجب نرم افزاری. شما همیشه برای بچه‌ها مثال میزنم، میگم که قبلا میرفتیم خونه یه موبایل رو شارژ می‌کردیم. حالا با لپتاپ شارژ کنی، موبایل شارژ کنی، تبلت شارژ کنی، این هندز فری موبایلت رو شارژ کنی، ریچارژت رو شارژ کنی، انتا ابزار دیوایس داری. بعضی هم 2 تا موبایل دارن. اوکی؟ مثل آقای حیدری. یه ترم دارم بهت میگم این 2 تا موبایل رو بکنی، یکی زشته. الان مثلا این موبایل آقای حیدریه، این تبلتشه، این لپتاپشه، این پی سی توی منزل، این پی سی توی محل کارشه. متوجه میشین؟ این موبایل دومشه. پس اینو مثلا اسمشو میذارم موبایل 1. این مثل موبایل چی بچا؟ 2. بعد این میشه چی؟ هوم پی سی. این میشه چی؟ ورک پی سی. این میشه لپتاپ. این چی میشه؟ این هم مثلا تبلتته، درسته؟ تبلت. یه نکته ای که وجود داره اینه که ما مشکل همگام سازی مطالب داریم. یعنی اینکه مثلا یه فایل رو از رو موبایل 1 میخوام بفرستم رو موبایل 2، بعد باید بفرستم رو کامپیوترم، بعد از رو کامپیوترم بزنم رو لپتاپم، هی با کابل وصل کنم، بلوتوث کنم، وای فای کنم، همینجوری اینجوری تا مثلا جابجا بشه. یک نرم افزاری هست به نام نرم افزار شکیل و مجلسی دراپ باکس. این نرم افزار از طریق اینترنت کار میکنه. دراپ باکس بهتون 2 گیگابایت فضای شیر میده، شیر شده، که این 2 گیگابایت با یوزرنیم و پسوردی که شما داخلش ثبت میکنید سکیور میشه. وقتی که دراپ باکس رو نصب میکنید روی موبایلتون، اگه موبایلتون اندرویده چیکار میکنید بچه‌ها؟ دراپ باکس رو از توی بازار نصب میکنید رو گوشیتون. اگه موبایلتون اندرویده، مثلا دراپ باکس رو از روی گوشیتون، از روی سایت چی بچه‌ها؟ با سایت بازار نصب میکنید رو گوشیتون. بعد همون یوزرنیم رو میزنید، بعد وصل میشه به فضا. رو موبایل دومتون، مثلا موبایل دومتون اپله، از تو اپ استور نصب موبایل نصب دراپ باکس رو نصب میکنی. شما موبایل فروشی داری؟ اوکی. اینو وصل میکنی بهش، بعد همون یوزرنیم پسورد رو میزنی، وصل میشه. کامپیوتر خونتون رو دراپ باکس رو روش نصب میکنی، کامپیوتر ورکتون دراپ باکس روش نصب میکنی، کامپیوتر پی سی تو دراپ باکس روش نصب میکنی، کامپیوتر تبلت تو دراپ باکس روش نصب میکنی. همش هم یک یوزرنیم پسورد میدی. وقتی این اتفاق بیفته، یه دونه فایل که رو کامپیوتر شماره 1 وجود داشته باشه، اگه این فایل رو اینجا رو موبایل شماره 1 داشته باشی یا یه عکس با موبایلت گرفته باشی، یه نسخه‌اش میره سمت سرور، بعد رو کامپیوتر دوم، رو کامپیوتر سوم، رو لپتاپت، رو پی سی، روی همه کپی میشه. یعنی یه عکس میگیری رو موبایلت، تو تمام دیوایسات کپی شده. موبایلت گم بشه، اون عکس رو لپتاپت داری. یه فایل خاصی رو تبلتت چک کنی، داری. یه نرم افزار رو موبایلت نصب کنی، رو تبلتت هم نصب کردی. متوجه شدی؟